سلام. ویدیو دوم مربوط به دیتابیس اسکیو سرور. ویدیو قبلی ما در مورد اسکیو سرور که ما گپ کردیم. گفتیم اسکیو سرور چیه، بعد خواستیم که اسکیو سرور کار کنیم، گفتیم یه سری کارا انجام بدیم، دیتابیس چک کنیم، گفتیم دیتابیس چیه، تیبل چیه، در واقع فیلتر رو گپ کنیم، در مورد دیتا تایپ گپ کنیم و یه سری دستورات پیش بریم. اوی در ویدیو هم خواستم چرک کنم، خواستم یه سری دستورات دینی هم گپ کنیم. دسته قبل گفتیم در مورد سه دستور تسکیل گپ کنیم، اما خواستم اوی در واقع ویدیو با دو شکل گپ کنیم تکمیل کنیم. الان در خواستم در مورد آپدیت انجام بدیم. گفتم سوی کارا اول بریم دیتابیس که خواهم دیتابیس قبلی استفاده کنیم، جدولش چک کنیم. به جدول خواستم یه سری دیتا برشیم و دیتا آپدیت کنیم. گفتم مثلا آیدی مثلا علی مثل ماموستا خواستم ثبت کنم. تست دو دیگه من یه سری جدولش چک کنم به اسم تیچر، بعد دو سه تا دیتا ثبت کنم. خواستم پیام دستور آپدیت دیتا پیام انجام بدیم. درسته؟ سه بعد چک کنم بس. اوکی درسته. خب آوازه بنا این ست کنی بودن کل پیاو انجام بدنی انتخاب دکنی F5 داخل اجرا کن. خب اجرا کن گو یه رو افکت یعنی رو تاثیر قرار بده انجامو و روی هم به روی و نهایت تایمیج عمل شده. بودن آوازه سلکت چه بگیرنی حقا هنیسینی سلکت ستاره فرام و جدول. درسته؟ گفتم نخواستن و کلوزی بگیرن و کامل ایجا به اساس چه شرطه مثلا آیدی سیف آوانه مثلا آیدی سیجی دینا بعد گفتنی اشاره کنی حتی نظام یا میل نگوتم اما اشاره کنی شرط دینش دونی سا شرط دونی دو تا را بشه خانی یا ان دونی یا اور دونی ان یجی هم وا هم ان دیجا هم ویالا که درست بود هم ویاله درست بود. مثلا در خواستن فرد بزنی اگر در واقع آیدی سه بود ناوی علی رضا بو ساماینه هم و شرطه که برقرار شرطه برقرار بود انتخاب دکم فایده. اما اگر اور لخنه اور دیجا چه یا اگر ویالا برقرار بود ویالا برقرار بود نشان بده. مثلا چه مثلا بیان دکم حالا دو تا رکورد سامد دوینه والا هر رکورده که بی شرط برقرار خواه نشان داده هر رکورده بی شرط خواه نشان داده. اگه بیا اندوینم توش نشان ناده چون اینجا هم والا برقرار بود هم والا برقرار بود. اول تماش که آیدی سه پیدا کری آیدی سه پیدا کنم. خب دیجا آیدی سه که پیدا کری شاید چند آیدی سه خواه خب پیدا کری ناویان ارتیمان رزا های ایجا نه تنه ایجا تنه پس چون آیدی سه من رزا نه. خب حالا یه موقع اطلاعات اطلاعات من اشتباهه خراه لغازن عوض کنی به دستور آپدیت دستور آپدیت جواب کنه آپدیت ناوی تیبل من ست چه فیله آغازی آپدیت که آغازم ناوی مثلا رضا دینم رضای نظام امیر رضا درسته. اگر الان اگر از شرط دوینن و هرچی که در واقع ناوی چه خامه هرچی ناو خامه اگه امیر رضا اگر شرط دوینن یعنی کل تیبل آپدیت تک آغاز امتحان کنی. خب تماش کن
سلکت کل بگیرم، کل گرم امیررضا. اما یالا خواستنی که خواستنی یه سری شرایط خاص عوض کرد. حاضر کار رو وگرنی دیگه خطر نه. دستور آپدیت جزو دستوری که خطرناک دیگه واسه ابرو الکی لی نخونه. حالا آجان اشتباه کنی آوازنی بیا بکنه 3 بکنه علیرضا، 2 بکنه مثلا رضا، یکی ما امیررضا بوه. مثلا آوازنی میکنی الا وردانه ازم آیدی 3 من ویان دو جایی وگرنه علیرضا. درسته؟ حالا یا بگیرم آیدی 3 من بوده چون شرط داریم. این شرط ها باعث فقط وی رکورد انجام شرط دینن و کل چکم. درسته؟ اما حالا اونی بیا من اینسرت کنم و اشتباه آغازم بیا دیلیت کنی. دیلیت کنی دستور من و دیلیت فرام ناوی تیبل من. درسته؟ اگه الان شرط دوینن کل دیلیت اکه مثل بیا که گوتنی. اگر شرط دوینم بر اساس بی شرطه دیلیت اکه. آیدی 1 آغازم دیلیت کنم. درسته؟ آیدی 1 دیلیت اکه. آیدی 1 ساما حس کرد. پس چو گوتنی مت تیبل خاصی دیتا رو دنی ببین دستور اشتراک آپدیت کنی ببین دستور اشتراک دیلیت کنی. حالا اندورج گپ کنی که مک هنی اساس دستور سلکت گپ کنی. بس چند تا دیتا دنی چکم مثلا حالا چند تا دیتا دن برژن ورته دو تا جدول خواهم مثلا 4 مثلا نوی جوی اچیه رخم مثلا فامیلی نوی علی درسته با 5 نوی ویاجی رضای نوی فامیلی مثلا با درسته سلکت بگیرم چه خواهرم. درسته سلکت تک بگیرم سلکت ستاره فرام ارته بی سلکت ستاره اشار که سلکت ستاره دوی ننمی فیلی هم مشخص کنی. مثلا بجین ارته فیلی من فقط آیدی هم نشان ده داخل آیدی فقط آیدی هم نشان ده فیلا جواب ده اشار کنی مشخص کنی. خب اما الان نیستینی. خب زمان آغازن ببینید الان من چند علی خواهم. درسته؟ علی 1 خواهم امیررضا خواهم رضا خواهم مثلا دیست اطلاعات دادن اینسرت کنم. درسته؟ یه رقم 6 یه رقم علی بزن فامیلی توش داده. درسته؟ خواهم الان سلکت کنم. درسته؟ الان من 2 علی خواهم خواهم بجمیره هر ناوه چند خواهم و به ساغازی بی کارا بکی که دستور استفاده به اسم گروپ بای یعنی گروپ بای که بحثه چیده گروپ بندی بکن دسته بندی که بحثه از ناف اولا ناف سامان مخوضم هر ناوه چقدر خواهم. بعد در خوزم پس گوته اخوزم چرکم الان گوته مخوزم بجمیرم چند خواهم تا بازه بجمیرم کانت دگیریم. درسته؟ الان اما گو علی 2 خواهم رضا 1 خواهم اویاج 1 خواهم اویاج 1 خواهم. درسته؟ خب اوکی. حالا و مشکل اخیر گروپ بای مشکلی باید چیه؟ ادا خوزم در واقع کنار ناو علی فامیلی نشان بده. حالا اگر با خوزم فامیلی نشان بده دیگه همه قبول ناکه دیگه گوتیه تو گروپ سلکت در خوازی نشان بدی یا گروپ باگه یا بنا تابانا عملیش اگریگیشن یا کانت و سام و مکس و میبنا خواه مثلا چک آغازم یه صاحب کار رو رفت کن توش تکه به اسم ویندو فانکشن. ویندو فانکشن هم کار گروه بندی من انجام دادم محاسبه اگر هم در شرکت کل رکورد همه نشان بده. حالا آغازم چرا کنه آغازم بزن کانت که بهش میره دست ساختار واقعه
اینجا یک دستوری و پرتر در مورد ایدن گپ تکم خب از این کانت بشمیره بعد اوور به اساس چه عرب پارتیشن که گروه بندی که به اساس ناب گروه بندی که گروه بندی که همه نشان ده درسته گروه بای تکه ساختاره بکوه پس من دو روش خانی که گروه بندی که سامه روش وای که به گروه بای انجام بدنی روش ایدن خواه به ویندو فانکشن انجام بدنی و داستا گروپ های انجام بدنی ارتا گروپ های روی فیلده خطه ننی اوی جورش اگریگیشن ایدینه درسته؟ روش ایدن گوتم به اسم ویندو فانکشن ارتا ویندو فانکشن ساخته و اگریگیشن خواه نیستنی اوور نیستنی واجه پارتیشن باید بنیستی اونا سینتکسی ثابت مثل گروپ های اول پارتیشن باید نوی فیلده ما که نیم دانستنی و تمام و حالا فرقی مونده تو دیونه فقط کناره هم به اجرا کنیم چه فرق خواهد درسته؟ فرقی پیا بینه نیده تاکه با جوره گوتم اگر جوره خوازم فامیلی کناره دیونه ماشن ناکن خطا دایم خطا دی اما جوره اشار کنیم کار انجام بده فرقی بینید چیه؟ فرقی بینید تاکه با ام علیا تعداده بشمنه ما 4 خانی از گروپ ابی اندو 5 خانی درسته؟ ابی ایجا آن علی که دینم علی اجماعات من علی 2 خامه یعنی اگر من رضا جی خام 2 خام وی حالا 4 وی حالا 5 پس و گروه بندی کم فقط گروه دینه و کل رکورد مدینه ما 5 خانی 5 مدینه اما فرقی بیاد و چیه؟ ابی اندو نگاه تکا علی سامانیه بودی علی من 2 خواهم خول جانه 2 دیجی آنه نشان ده پس باش روش ایدنه اشکل استفاده کنیم ما رو به کار بینیم حالا کوری که هم بخوازن بینینی انایی که تعداده وان تعداده وان تا اجمارتی گوتی گروه بندی کنم دسته بندی کنم گوتم من هر اینجا 2 خواهم درست یسی هم 1 خواهم یسی هم 2 خواهم خواهم و خوزم آنه که 2 هم نشان بده یعنی ساب خوازی 2 نشان بده دیگه اشن ها که دستور ور استفاده که مجبور تا اگه اسم هاوینگ اون اگریگیشن تابع خواه نیستن یعنی شرط خواه نیستن و ارته هاوینگ تی درسته؟ الان فقط اونه که 2 خانه سامه نشان داده اوکی؟ ساب خوازن ویاجه انجام بینی واجه در واقع ویارتی یا گرتی ساب کوری دینی و ویا راحتی مثل ویا اشن که انجام بده خوازی بی کار انجام بده که هاکا بنیسیم ساب کوری علیه جم ساب کوری چیه ما کوری یک بیرونی خانی دیگه کوری یک داخلی خانی کوری بیرونی و کوری بیرونی اما داخلی اما ساب کوری در واقع مجموعه حسابی ساب کوری بنیسینی اوی اندو بنیسینی آقا هر واقعا میره که هر چی چند خانی ده خواه اوی اندو گهانی بجنی و اجمارتی ہوته کوری بیرونی اما بیا که اونه که 2 هنه همه نشان ده که اونه 2 همه نشان ده پس واجی در واقع هاوینگ و ساختار هاوینگ بعد در مورد خود سلکتی گپ کنی insert of the delete گپ کنی insert که گپ کنی delete گپ کنی زمان اگه آزن چند توش ده به هاو insert کنی مثلا آزم الان هم یه insert کن هم یه insert کن مجموع دو بنیسم اگر آزم ارتی کل ارتی دستوره بنیسم اشتر کنم یا کم نیسم insert این توی که ثابت ها یه ارتی سلکتی دنیسم
که ویان ته سلکت دنیسم درسته؟ والا یکی اینسرت دکن هم اشک پی روش اینسرت کنه هم اشک پی روش اینسرت کنه حالا روش ایدینش ها اخوزن چند بیاور اینسرت کنم اشکم دستور بنیسم اول دستور اشتامونو بعد سراغ بین چرا اما فرض که کوری یک اجور دانستین کوری یک اجر دخوزن اون اخوزن پرد پیاو نشان بدن حساب خوزن کار بکنی یونیون دکن در واقع جمع دکن اونا پیاو مثلا دگه یونیون تافده پیاو اینه دگه کوری جور پی کوری جه اکنار هفدانی خیلی قشنگ اما خوزنی پس چند تا رکورد پیاو انجام بدی اشان روی چیزش جور استفاده کن دگه خیلی راحت